جابر ابن عبدالله انصاری رضی الله عنه که از حدیث تأخیر وحی حکایت میکند به نقل از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین میگوید: در حالی که به راه می رفتم ناگهان صدای از طرف آسمان شنیدم. چون سری خود را بلند کردم دیدم همان ملکی که در غار حرا آمده بود بین آسمان و زمین روی تخت نشسته است. از وی ترسیدم و به خانه بازگشته و گفتم: مرا بپوشانید، مرا بپوشانید. و خداوند این آیت را نازل کرد: ای شخص جامه بر خود پیچیده، برخیز، پس بترسان و پروردگار خود را با بزرگی یاد کن و جامه های خود را پاک ساز و پلیدی را دور کن. و همان بود که وحی دوباره شروع شده و پیاپی نازل گردید.